مصریان باستان روز را به 24 ساعت تقسیم کرده بودند. چرا این عدد را انتخاب کردند؟ یکی از فرضیه‌ها این است که آنها ابعاد را در فضا مطالعه کردند. اگر بعد اول را مطالعه کنید تنها 3 شکل در آن می‌یابید: خط راست، پاره خط و نیمه پاره خط. بدین ترتیب عدد 3 برای تشریح بعد اول مناسب است. در بعد دوم با به هم فشرده کردن دایره‌های هم اندازه به 6 ضلعی می‌رسیم. بدین ترتیب عدد 6 از ساده‌ترین اشکال هندسی یعنی دایره به دست می‌آید. در طبیعت این 6 ضلعی‌های فشرده در کندوی زنبورها قابل مشاهده هستند. مجموعه‌ای از اشکال هستند که فضا را به طور کامل بدون جای خالی یا در هم فرو رفتگی اشغال می‌کنند. در بعد سوم مجموعه به هم فشرده مکعب‌های مربع را مشاهده می‌کنیم. به نظر می‌رسد که این مجموعه دایره‌های هم اندازه هستند که به طور حداکثر در فضا به هم فشرده شده‌اند. هر سلول متشکل از 12 وجه لوزی شکل است. در طبیعت زنبورها برای ساختن کندو از به هم فشرده کردن سلول‌هایی به شکل 6 ضلعی‌های لوزی‌الوجه سه‌بعدی استفاده می‌کنند که با یک نیمه یک لوزی‌الوجه دیگر پوشیده شده‌اند. از این پس وسوسه‌انگیز است که نظریه ساعت را تعریف کنیم با استفاده از عدد 24 با کامل کردن سری 3، 6 و 12 که از بعد اول، دوم و سوم به دست می‌آید. در صورتی که منشأ تقسیم زمانی ما چنین باشد، اکنون ما بینش جدیدی نسبت به تلاش‌های مصر باستان در جهت درک زمان و بعد خواهیم داشت.